اگر امشب ملک الموت به بالین من و شما بیاید و برای من و شما بگوید وقت تو تمام شده، فرصت تو تمام شده، دیگر توبه قبول نمیشه، دیگر سبحان الله از تو قبول نمیشه، دیگر قرآن بخوانی قبول نمیشه، برای او چه پاسخی داریم و پیش خود چه حرفی را میگوییم؟ اما باز هم الله به ما فرصت داد، وقت داد، 10 روز را به ما آماده ساخت. و 10 روزی که رسول نازنین اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند تمام اعمال سال انسان یک طرف، اما همان 10 روز ذوالحجه یک طرف. بیاییم به سوی الله خود برگردیم. در این روزها هرچی میتوانیم لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله بگوییم تا او پروردگاری که از فوق آسمانها برای ما فرصت دوباره داد، او را از خود راضی بسازیم، او را از خود خوشنود بسازیم و پروردگار خود از خود راضی بسازیم. ای بنده فراری، ای بنده فراری، کن اشک دیده جاری، آخر نما تو کاری، خواهم تو را ببخشم تا کی کنم صدایت، کی دیده ام وفایت، آخر منم خدایت، خواهم تو را ببخشم.